بود نبود، شاهی بود. چشمان شاه نابینا بودند و طبیبان در طبابت عاجزی می کشیدند. باری درویش دانشمند به دربار آمد، چشمان شاه را دید و گفت: من دوای چشمان شما را می دانم، اما یافتن این دوا آسان نیست. شاه خرسند شد: تو بگوی آن چیست و در کجاست؟ درویش گفت: در بحر سفید ماهی خالداری هست. اگر چشمهایتان را با خون همان ماهی بشویید بینا می شوید. شاه پسرش اسکندر را به نزدش خواند و گفت: پسرم، وارث تخت و تاجم تو هستی. به بحر سفید برو و ماهی خالدار را بیاب. من بینا می شوم و تاج و تخت را به تو می بخشم. اسکندر به جستجوی بحر سفید برآمد. کافت خیلی راه رفت و به لب بحر سفید رسید. به بحر رسید و تور ماهیگیریش را به آب انداخت و منتظر نشست. ماهی بسیاری به تورش افتاد، اما در این میان ماهی خالدار نبود. او بار دوم و بار سیوم دام انداخت. تنها بار چهارم وقتی که او دامش را کشیده گرفتنی شد، بحر به تلاطم آمد. طوفان عظیمی برخاست و اسکندر دید که به طور او ماهی زیبای خالدار افتاده است. ماهی به درجه زیبا بود که مثل آفتاب برق میزد. ناگاه ماهی به زبان آدمی به سخن درآمد: ای جوان خوب، رحم کن، مرا نکش، مرا آزاد کن. روزی می رسد و من مکافات عملت را می دهم. دل اسکندر به ماهی سوخت. به یادش چشمهای نابینای پدرش آمدند، اما دلش نمی شد که ماهی را بکشد. شاهزاده اسکندر ماهی را به آب انداخت. اسکندر به نزد پدر با دستان خالی رفته نمی توانست. او از تاج و تخت دست کشید و رو به سفر آورد. کم رفت یا زیاد انیق نی، اما در راه از پیش راهش جوانی برآمد. جوانی ناشناس به اسکندر گفت: تنها گشتن خوب نیست، بیا با هم سفر میکنیم. زیق نمی شویم، به هم دیگر یاری می دهیم. اسکندر راضی شد و آنها عهد دوستی بستند و راهشان را ادامه دادند. در راه اسکندر و همسفرش با هم صحبت می کردند. جوان از اسکندر پرسید: تو یگان هنر داری؟ نه، گفت غمگینانه اسکندر.
تنها اسب سواری و تیراندازی رو میتوانم. هیچ گپ نه، گفت جوان. من طبیب هستم. با یگان شهر رسیم من به طبابت مشغول می شوم. مزد کارمان به هر دویمان می رسد. خیلی راه رفتن. عاقبت به قصری رسیدند. در این قصر دختری یگانه شاه بیمار بود. 7 سال پیش مادری دخترک وفات کرد و دخترک با کسی گپ نمیزد. شاه این مملکت قول داده بود که هر کسی که دختری او را به گپ درآورد دامادی او می شود. دخترک خیلی نازنین بود. شاهدان می گفتند که او رویش را به کدام طرفی که گردانیده خواب رود همان طرف روشن می شد. در این شهر همیشه یک طرف شهر روشن و طرف دیگرش شبانه تاریک بود و آدمان می دانستند که دختری زیبای شاه رویش را به کدام طرف گردانیده خواب رفته است. طبیبان زیادی به طلب نازنین دختری شاه می آمدند و بیفایده. به کسی میسر نمی شد که شاه دختر را به گپ درآورد. اسکندر و همسفرش به دربار آمدند. من دخترت را طبابت می کنم شاه اعظم، گفت جوانی طبیب تعظیم کرده. انسان نیک، طبیبان زیادی آمدند و نتیجه نیافتیم. به هر حال اجازه می دهم. ببین، شاید تو می توانی بختت را بسنج، گفت شاه. دوستان به حجره دختر آمدند. طبیب به خانه در آمد و به دختر نگاهی نکرد. او راست به طرف شمعدانی طلایی رفت که در میان خانه می ایستاد. سلام شمعدانی طلایی. این شمعدانی مادر دختر بود. شمعدانی طلایی، من به تو یک قصه می گویم. گوش کن و به سوال من جواب ده، گفت جوانی طبیب. 3 نفر در بیشه شب را روز می کردند. یکی از آنها دوریدگر بود و دیگرش دوزنده و سیومی طبیب. آنها برای آنکه حیوانها شبانه به آنها ضرر نرسانند با نوبت پاسبانی می کردند. اول شب نوبت دوریدگر بود. برای آنکه خوابش نبرد دوریدگر از چوب پیکر دختری را تراشید. نیمه دوم شب نوبتداری نوبت دوزنده بود. دوزنده هم برای آنکه خوابش نبرد هیکل تراشیده دوریدگر را گرفت و برای او سر و لباس دوخت و به او پوشانید. نیمه سیوم شب پاسبانی نوبت طبیب بود. طبیب گیاه‌های دارووار جمع آورد، شربتی ساخت و این شربت را به دختر نوشانید. دختر جان درآورد و زنده شد. آه، دختری زیبایی بود.
مثل نازنین دختری حقیقی. سحر میان جوانان بحث برخاست. هر یک دعوا میکرد که دختر از آن اوست. تو شمعدان بگو دختر از آن کیست؟ اما شمعدان خاموش بود. اگر جواب ندهی زده می شکنمت، گفت جوانی طبیب و دست برداشت تا شمعدان را زده شکند. همین وقت دختر شاه طاقت کردن نتوانسته داد زد. ای جوان، مگر شمعدان گپ میزند؟ نزن، نشکن، من میگویم. به دویدگر مزد کارش را دادن لازم، به دوزنده هم پول کرته دخترش را. طبیب باشد به دختر حیات داد. دختر از آن طبیب است، زیرا حیات را با پول خریده نمی شود. وقتی که پس از 7 سال شاه آواز دخترش را شنید خیلی خوشحال شد. آینور را به زنی بگیر، گفت شاه. طبیب تعظیم کرد و گفت من زن دارم پادشاهم، اما برادرم جوانی خوب است، دخترت را به او بده. شاه راضی شد. توی تماشا کرده شاه دختر را به اسکندر داد و آنها را با پول و مال زیاده به کشورشان گسیل کرد. آنها به ساحل بحر سفید رسیدند و شاه دختر آینور از طبیب پرسید تو خیلی زیرک هستی، مرا مجبور کردی که گپ زنم. تو ما را به کجا میبری؟ تو کیستی؟ جوان طبیب گفت من پسر شاه بحرها هستم. شاهزاده اسکندر مرا به دام افکند، اما او مرا نکشت، آزاد کرد. من قول داده بودم که او را خوشبخت میکنم. از این سبب به صورت جوان طبیب به اینجا آمدم. جوان انگشت خود را کمی برید و خون انگشتش را به ظرف جمع کرد و به اسکندر داد. با پدرت ببر، بگذار او بینا شود. جوان به اسکندر و شاه دختر سعادت طلبید و جهید و به ماهی خالدار مبدل گشت و به بحر شنا کرده رفت. اسکندر با شاه دختر زیبا آینور به قصر پدرش برگشت و خون ماهی را به پدرش داد. شاهی پیر با این خون چشمانش را شست و بینا شد. شادی شاهی پیر را انتهای نبود. شاه به قولش وفا کرد. او اسکندر را به جای خود به تخت شاهی شناند. 40 شب و 40 روز مملکت توی داشت. توی شاهزاده اسکندر و شاه دختر آینور. ما همونجا بودیم، آش پلو خوردیم.